ما هفته گذشته با شما صحبت میکردیم در موضوع اجداد رسول الله صلی الله علیه و سلم. واقعا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله اصطفى من ولد ابراهیم اسماعیل. حدیث امام مسلم است. خداوند از میان فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل برگزید. و اصطفى من ولد اسماعیل کنانه. از میان فرزندان اسماعیل کنانه را برگزید، از میان اولادش، یعنی که همون نبیره و عبیره و چبیره هاش. و اصطفى من بنی کنانه قریشا. از میان بنی کنانه قریش برگزید که بزرگترین، قویترین، با شرفترین قبایل بنی کنانه قریش است. و اصطفى من قریش هاشما. از میان قریش هاشم برگزید. هاشم از همه با ابروتر و با عزتر است. ما هفته گذشته درباره تاریخ هاشم، همین تخلص هاشم از کجا گرفتنش با شما صحبت داشتیم. و اصطفانی من بنی هاشم، و مرا از میان بنی هاشم برگزید حضرت صلی الله علیه و سلم. ما درباره بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب شروع کردیم صحبت و تا همون جای آوردیم که امکش مطلب او را در پشت شتر سوار داخل مکه مکرمه کرد. حتی مردم گمان بردن که این غلام بچه است که مطلب برای خدمت خریده است و از این رو نامش عبدالمطلب گفتند، شیبه خردساله. و همین تخلص عبدالمطلب در نام بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم به حد شش که با نام عبدالمطلب تمام جزیره عرب می شناختندش. عبدالمطلب خردسال کلان شد، بسیار چست چابک بود، بسیار زیبا صورت بود، فصیح بود. مطلب هر وقت با سفر تجاری که می رفت در جای خود فرزنداشو نمی گذاشت. پیسرای هاشم که از مطلب کلانتر بودن از عبدالمطلب اونا را نه، بلکه همه عبدالمطلب می گذاشت. بار هنگام سفر تجارتی به یمن در ردمان نام موضع مطلب عجلش در رسید و در همونجا جان به جان آفرین تسلیم کرد و تولیت کعبه به دست عبدالمطلب جوان گذشت. عبدالمطلب که جوان بود، نو زن گرفته بود. از این خاطر عمکش نوفل این آبرو و عزت در دست یک پسرک خردسال دیدن نخواست و از دستش غصب کرد. هم پول و ثروت پدرش و هم وظیفه و منصبهای سقایت رفادت گرفت. عبدالمطلب بیچاره به قریشی ها مراجعت کرد. شما میبینید که احمق در حق ما ظلم کرده ایستاده است، حق رو به حقدار شما باید بسپاره. قریشی ها دار و ندوه داشتن، خانه مصلحت، یعنی که مکانش شورا بگیم، جایی که مردم جمع میشدن اهل قبیله و با هم دیگر صحبت میکردن و مسائل حل میکردن، محکمه. اما گفتند عبدالمطلب اگه در او پایه و منزلتی که عمکی تو نوفل در نزد ما دارد تو نداری، برای همین تا از ما کمک نخواه، ما نوفل ماندگی هیچ وقت پشتی تو را نمیگیری. از این خاطر بیچاره مجبور شد به تقوایش مکتوب نوشت. همون وقت هم کم کم تقوازی میکردن. تقوایش ابو سعد ابن عدی، یعنی برادر مادرش، با اون مکتوب نوشت که به جور ظلم آبرو و عزت و پول و ثروت او را زدیان گرفتم و از این لحاظ تقاش خیلی تقوی به ناموس بوده است. همراه 80 نفر سرباز خزرجی به کمک خواهرزاده خود شتابان آمد. امروز کاری دادر در اکه میغلطه یا کاری اکه در دادر میگن که جورا هر کس میدونه و دوی اسب بشه. خدای خدا گفتم یک مورا چقه نشم. جوانمردی را ببینه، با بیل قریش به جنگ رفتن مثل خودکشی کردن است. اما سیله رحم اجازهش نداد که دعوت برادرزاده خیش خواهرزاده خیش رد کند و برای یک جیان انمی سفر 500 ساله راه اختیار
مکه مکرمه اومد. در نزدیکی مکه در همون موضعی که با نام تنعیم معروف است، امروز مسجد بیبی عایشه میگویند، زیرا که به نام مادر ما بیبی عایشه در اونجا یک مسجد ساخته شده است، حاجی ها همش میدونن. در اون موضع خیمه زد. وقتی عبدالمطلب آگاه شد که تقویش آمده است، نزد تقویش آمد، خودمش خیر مقدم گفت، به خانهش تکلیف کرد. اما ابو سعد گفت تا زمانی که مشکلی ترا حل نکنم به خونت نمیرم. سراغ کرد، گفتن نوفل در نزد خانه کعبه است. مصطفی در رحمتی نوفل گفتن در نزد خانه کعبه است. آمد در همون موضعی که با نام حتیم امروز ما و شما میشناسیمش، یک نیم دایره است در پهلوی کعبه و حجر اسماعیل نیز گفته می شود. در همون موضع اومد که نوفل همراه چند نفر از سرورای قریش نشسته است. شمشیر از نیام کشید، گفت قسم به خدا یعنی کعبه، اگر وظیفه و منصب جاهی خواهرزاده مرا اگر بر نگردانی، حوض خون شمشیر ما به خون و دالوده میکنم. قسم یاد کرد. اگه شخصی که در حق یک یتیم خیانت میکند، شخصی که فرمان و دستورات برادری خودش هیچ حساب نمیکند، خاصتا با در حق یتیم برادری خودش خیانت میکند، او چی غیرت و چی شجاعت داره؟ وقت شمشیری برهنه را دید تلخش گفت، گفت دادمش. قریشی ها را در همونجا شاهد گرفت. ابو سعد همه مسئله را حل کرد. بعد اومد به خونه خارزاش 3 روز مهمانداریش کرد. مردم پیش در مسئله مهمانداری بسیار یادی طولا داشتن. یعنی ما چی بالای موزه است بهونه را در سر گلوبالیزاسیا میزنیم. اگر اصل بگیریم همین کهرگی است. امروز از مهمان هم بیزاریم، از مهمانداری هم آهسته آهسته دور شدیم. یک برادر خونه پسری خالش میآید، از یک قشلاقی دوردست اومد همدست، میگه روزی هوای سر چی مسئله بدست باید یک جوی حل میکردیم. از خونش میره صداش میکنه و خونه میبره و در دهلی در میگه مایلش سحر در پیش بزرگ برکت و میخرید. یک خدا جون تماس کنه میگه سحر در پیش بزرگ برکت و نمیخریم. این همیشه من در خونت مهمان میشم، مرده طعامو میکنی، یک جوی خواب میکنیم، با سحر یک جوی میخیزیم بزرگ برکت بریم. سحر در پیش بزرگ من کجا میرم که در این نمیشم. ابو سعد 3 روز در خونه عبدالمطلب خواهرزاده خود مهمان بود. بعدا حج عمره کرد و بازگشت به وطنش رفت. وقتی که نوفل این کار رفتار را دید، با فرزندای برادر دیگرش و عبدالشمس یک جایه شدن، معاهده کردن بر ضد عبدالمطلب و قوم بنی هاشم. ببینید اونو با هم دیگر معاهده کرده که همیشه ضدیت نشان میدیم، هم در دارالندوه هم در تمام امور. همین وقت قبیله بنی خزاعه که قصی ابن کلاب از مکه خارج شو کرده بود، شما میدونید قصی ابن کلاب داماد شو بود، دختری رهبر قبیله شون را زنی گرفته بود، حبی بنت حلیل رو. وقتی که قبیله خزاعه رفتار و کردار ابو سعد دیدن که برای خواهرزاده خود آمد پشتیبانی کرد، سبحان الله گفتن ما از خزرجی ها چی کمی داریم؟ آقا ما عبدالمطلبه که خزرجی ها اومدن پشتیش گرفتن، خواهرزاده ما هم هست کو. مامه عبدالمطلب حبی بنت حلیل دختر حلیل خزاعی است، یک زمان سرداری کعبه بود، سرداری مکه بود. و آمدن دارالندوه و همین بنی خزاعه با عبدالمطلب پیمان بستند که با دشمنات دشمن میشویم، با دوستات دوست. این سخن من برای چی گفتم؟ میتونستم که پرتم، زیرا که این عهدنامه که شد عهدنامه تاریخی است، یکی از سببهای فتح مکه همین عهدنامه شد. ولی انشاءالله اگر به اوجا رسیدیم بعد براتون زیادتر بیان میکنم. زیرا که عبدالمطلب وقتی که با بنی خزاعه عهد پیمان بست، تمام فرزندای عبدالمطلب همه هم پیمان بودن با خزاعه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که پیامبر بود و وقتی که در مدینه منوره میزیست، بنی خزاعه با رسول الله صلی الله علیه و سلم
هاشمی است پیمان داشتند و بنی خزاعه در ضبط مکه در فتح مکه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک کردند. سببش همین عهدنامه هست که در وقتی با عبدالمطلب بستن در مکه مکرمه به وقوع پیوست. قصه کوتاه، عبدالمطلب سقایت رفادت حاجی را به عهده گرفت و در زمان رهبری عبدالمطلب دو امر بسیار بزرگ شده است که تاریخ ذکر آنها را می آورد و ما و شما هم باید حتما دانیم. این قبل از تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یکی حفر چاه زمزم. چاه زمزم خشک شده بود، چاه زمزم دیگر آب نداشت، از این خاطر سقایت حاجی ها بسیار با مشکلی به دست می آمد. مجبور بودن برای آب به دره های گرد اطراف مراجعت کنند در مکه و از اونجا آب کشند بیارن. از این خاطر عبدالمطلب تصمیم گرفت که چاه زمزم حفر میکنم و آب را خارج میکنم. اما قریشی ها کمکش نکردند، گفتن کاری به معنی است، چاهی که چند صد سال آب نداشت از کجا آب از او برآورده می شود. بیچاره به یک عذاب و تنهایی بسیار عذاب کشید. درستی مردکار کیرا کرد، کندن چاه زمزم. وقتی که چند متر حفر کردن از داخلش دو شمشیر، دو زیره و دو آهوچه طلایی به دست آوردن پیدا شد. همون قبیله بنی جرهم وقتی که بنی خزاعه احوالشون را تنگ کردن، همه بایگریاشون در درون چاه پرت افته بودن و رفته بودن. بعدا چاه خشک شد. عبدالمطلب وقتی کشید اونا را برآورد، شمشیرها را بر به بر ماند و طاق در کعبه را زینت داد. ولی بیرق سعودی را دیدگی هسته، دو شمشیر هم میتونه بر به بر ایستادگی هست، شمشیرهای کجلا هم بر به بر موندگی هست. همین نقش از زمان عبدالمطلب مونده است. این نقش قریش و نقش کعبه و نقش مکه حساب میخورد. گردش به همین شکل کرد، بالای در کعبه را زینت داد و او دو آهوی طلایی را گرفت، آب کرد، دو لوحشه زیبا کرد، در دو طرفی در کوفت برای زینت زیب. در اگر طلا بزنی خیلی بدوایی ما میتوباخی. و به سبب حفر کندن چاه خداوند زمزم از نو احیا کرد، آب از زیر زمین فواره زده برآمد. وقتی آب نازنین آخه اون لذت آب زمزم همه حاجی ها همه مو چشیده ایم. چی جای حاجی ها؟ حاجی ها میارن کو اگر چند با آبهای دیگه آمیخته کرده به مردم میتن، اما ببینه چقدر شیرین است، چقدر لذت داره. یکی از سببهای اون که تمام حاجی های ما پح پح کرده میآیند همه بیمار میشوند، همون شیرینی و خوشگوارایی آب زمزم است که با یک کروشکا و دو کروشکا سیر نمیشه. بچوکو را پر میکنیم دویی باز همین خاطر بعد گلوه ها را خنک میزنه، انگینه ها دم میکنن و پح پح میسلفی. بسیار گوارا است آب زمزم، بسیار شیرین است. وقتی او آب شیرین که فواره زد برآمد، همه در طمع افتادن. قریشی ها آمدن به عبدالمطلب شرط گذاشتن که تو ما را در همه درآمدی چاه شریک میگیری. عبدالمطلب نیتش به پول دادن آب زمزم بود. از این خاطر گفت شما نامعقول کرده، کمکم نکرده، دستگیریم نکرده، حتی وقتی که نوفل زد حق و حقوق ما را گرفت از دستمون، یک تب به امدادم نخسته، امروز چرا من شما را شریک میگیرم؟ نامعقول کرده. اما از بس که تنها بود، مجبوران کشان کشان خواستن او را به نزد یک عرافه از بنی سعد، یک فالبین، یک جادوگری بنی سعدی. زمانهای پیش همین فالبین و جادوگرها را عالم و دانشمند حساب میکردن. یک زن با نام حزیم به دست کاهینه، مجبوران خواستن به نزد او برنش. راه هم دور بود، در راه می اومدن آبهاشو تمام شد. عبدالمطلب بیچاره خودش تنها یک طرف، اینا یک 50-60 متر این طرفتر زهر مرگ طعام خورده استیم. همین وقت ابر اومد، ابر سیاه اومد، به حد بارید بالای سر عبدالمطلب یگان قطره آب در روی اینا نافتیده است. عبدالمطلب سر تا پا تر شد، یک قطره آب در اینا نافتید. بعد آدمای به عقلش گفتن که کجا میروه پیش کاهینه؟ کور نیسته، گور در پیشتون. همین خدای تعالی خودش اشارت کرد که آب همین مردکه چی قدر جان میکنه.
پشتی بود که چو هسته بود است قفو گشته. اما در راه از بس که عبدالمطلب بسیار زجر دادن عذاب کشید پیش خدا نظر کرد گفت اگر من صاحب 10 پسر شوم که پشتیبانیم کنن نگذارن که هر کس نوکس اومده از یوخم گرفته به هر جا برند یک تشه در پیش خدا قربانی میکنن در پیش خانه خدا. همین نظر کرد و خداوند براش 10 پسر داد. 10 پسر فرزندای بالغ همه پهلوان همه نامدار. 2 نفر اونا مسلمان شدیان عباس و حمزه رضی الله عنهما. درباره قهرمانی حمزه شما بسیار شنیده اید. حضرت عباس هم بسیار پهلوان بود بسیار آدمی با شرف بود بزرگ بود. تمام عمکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه تنمند چهار پهلو پهلوان با آبرو و عزت بودن در بین قوم خودشون. فرزندای عبدالمطلب گفتیم 10 پسر بود 6 دختر. از بس که عمکای پیغمبر هستن براتون میگم خیلی کسی چنقی ضبط کنه انشاءالله. حارث زبیر عبدالعزا که با نام ابو لهب با ملعونه میشناسیم، ابو طالب عبدالله غیداق مقوم زرار عباس و حمزه. در بعضی کتابا اومده است که 2 پسر دیگر هم داشت یکیش نامش عبدالکعبه و دیگری با نام حجل. اما قول اصح این است که عبدالکعبش تخلصی مقویم است کلیچکه مقویم و حجلش تخلصی غیداق. حتی بعضی ها نوشته که یک پسر داشت با نام قسم اما قول اصح اون است که خیلی پسر نداشت. حضرت عباس اما که پیغمبر پسر با نام قسم داشت اما از عبدالمطلب پسر با نام قسم نمونده است. درستش همین 10 آدمی هست که من نمبر کردم. همچنین 6 دختر دیگر داشت. دختراش عمه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند. ام حکیم که نامش بیضا است، بره، عاتیکه، صفیه. این صفیه را میدونه. صفیه بسیار زنی با غیرت و با حمیت بود، خواهری امیر حمزه که حتی یک یهودی را به قتل میرسونه در مدینه منوره، یک جنگاور یهودا. صفیه مادری عبدالله ابن زبیر و زوجه زبیر ابن عوام است. صفیه ببخشید صفیه مادر زبیر ابن عوام است. ببخشید مادر زبیر ابن عوام است صفیه. و خب امیمه اروا 6 نفر 6 دختر باقی مانده است. این فرزندای عبدالمطلب هستند. از میان فرزنداش زیباترین با ادبترینشون عبدالله بود. همه پسرش عبدالله بسیار زیبا صورت بود و اخلاقش هم بسیار حمیده بود که دل کسی را آزرده نمی‌کرد است. بسیار واقعا جوان خوشخلق بود است. اگر جوان خوش اخلاق باشه همه دوستش می‌دارن. در روایات آمده است که وقتی که قرعه پرتافت قرعه به نام عبدالله آمد از میان فرزنداش. عبدالله را عبدالمطلب خیلی هم دوست می داشت. در بعضی روایات اومده است که عبدالمطلب نزد خانه کعبه اومد گفت پروردگارا عبدالله را نزد قربانی کنم یا 100 شتر و قرعه کشید که قرعه به نام 100 شتر برآمد و 100 شتر قربانی کرد. اما در روایات دیگر که صحیح تر است در روایت دیگر اومده است که قرعه وقتی به نام عبدالله برآمد عبدالمطلب این زمان جاهلیت بسیار زمانی وزنین بود. ببینید تو کدوم درجه را مردم جهل حماقت داشتن. همون فرزند دلبند نازنین گرفت آورد نزد خانه کعبه خواست ذبحش کند. همون مردم قریش که این جوان همچه یک جوان خوشخلق خوش رفتار میدونستن اومدن گفتن تو خیلی دلت میشود نقصین دلت از خدا شر نمیکنی چرا این کارو میکنی؟ گفت من نظر کردم چیکار کنم. بعد نصیحتش کردن که قرعه پرتو از یک جانب قرعه 10 شتر در قرعه دوم نام عبدالله اگر 10 شتر برآمد 10 شتر قربانی میکنی جانت خلاص میشود. اما اگر نام عبدالله برآمد با 10 شتر زم کردن بگی تا زمانی که
تا زمانی که قرعه به نام شترها برآید همین کار ادامه میدهی. هر باره که قرعه را میکشید به نام عبدالله میبرامد تا اینکه شماره شترها به 100 رسید. بعد در 100 شتر قرعه به نام شترها برآمد و 100 شتر را کشته در نزد خانه کعبه گذاشت. زمان پیش قربانیشو به همین شکل بود. به هر آدمی که لازم است محتاجا، هر حیوانی که محتاج است، به همه، به آدما و به درنده ها و چرنده ها و پرنده ها به همه میرسید است. در همین نزد خانه کعبه شتر را ذبح میکردن و میگذاشتن، نحر میکردن، درست درش شتر را نحر میکنن. از همون زمان به بعد فدیه شخص مقتول قتل شده 100 شتر شد. تا او زمان 10 شتر بود است. اما از زمان عبدالمطلب به بعد دیگر اگر ما بود و کسی را میکشت، مثلا شبه عمد باشد یا که ناخواسته سهوا کشته باشد، دیت لازم میشود. یا اگر قصدا هم که کشته باشد، اگر ولی خون صاحبای مقتول از دعواشو بگذارن که ما قتل مرده که طلب نداریم، در همه صورتها دیه واجب میشود. دیه 100 شتر شد از همون زمان به بعد. این واقعه یک واقعه بسیار بسیار عجیب است. برای ما و شما باید تعلیم باشد، ما و شما باید زیرک ذکی بگردیم. ببینید خدای تعالی هر چیزی را به سبب می آفرد. اگر که عبدالله ذبح میشه در اینجا، رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشت عبدالله تولد نمیشه، ولی خدای بزرگ محافظت کرد و مردم عرب تعلیم داد که آخی من از امو ذبح انسانیه که شما میکنید بیزار هستم. در راه خدا نخواه انسان ذبح کنی. انسان اگر جان خودش در راه خدا فدا کند نور علی نور است، اما برای خدا شده یک انسان ذبح کردن این کمال بی عقلی است، کمال نامردی است. خداوند این چیز از شما طلب ندارد. و عبدالله پدرش بعدی که از یک اجل خلاص شده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید انا ابن ذبیحین، من فرزند دو ذبیح هستم، یکی اسماعیل علیه السلام، دیگرش هم عبدالله پدرم که هر دو قریب ذبح میشدن. زنش داد پدرش عبدالمطلب، یک دختری بسیار با شرف، با عزت، زیباترین دختری قریش از بنی زهره، آمینه بنت وهب ابن عبدمناف به نکاحش در آورد. نکاحش کرد. هنوز از بوی زن، از دیداری زن، از آغوش زن سیر نشده بود که او زمانهای پیش زندگی بسیار مشکل و وزین بود. رنگ جوانای ما بعد 40 روز دیگه چینه نمیشیشتن او مردم. پدرش برای تأمین آذوقه و خرما برای زمستان به بعضی روایات عبدالله به مدینه فرستاد. در بعضی روایات دیگر اومده است که گفت که با کاروان شتر همراه شو. کاروان ها گفتیم که تابستان به شام سفر میکردن، زمستان به جانب یمن. و عبدالله زنش گذاشت و زنی را که نو گرفته بود، شاید 1 ماه خطش زندگی کرده باشد. عازم سفر شد، آمد در مدینه منوره، در نزد تقاییهاش. او فرزندای ابو سعد ابن عدی از بنی نجار بیمار شد و خداوند امانت چه قبض کرد و عبدالله در مدینه منوره به خاک سپاریده شد. او زمان شهر مدینه را یثریب میگفتند، در یثریب به خاک سپاریده شد. به قول اصح رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون زمان در بطن مادرش 2 ماه بود.